خب شب‌های لاس وگاس بسیار معروفتر از روزهاشه، ولی خب فعلا گفتم روزش رو با هم ببینیم و یه ویدیو کامل هم از شب‌هاش و از کازینوهاش حتما میگیرم و یه مروری هم اونجا شب‌های لاس وگاس رو میکنیم. یه هتل هم داریم به اسم هتل پاریس، یه برج ایفل هم داره همینجوری که میبینین و توی قلب این استریپ بولوار استریپ لاس وگاس که این بولوار هست میبینین روبروش هم هتل بلاژیو هست، همین که داریم مشاهده میکنین که به اون فواره هاش شهرت داره و باز اونور هم هتل کازموپولیتن و خب اینجا میگم دیگه همه چی کلن هتله کل استریپ.